اگر بخوایم بر اساس اصول علمی صحبت کنیم، موفقیت یک درمان ایمپلنت حدود 90 تا 95% تو یک فرد سالم هستش که خب یک سری فاکتورها ممکنه موفقیت رو کمتر کنه، از جمله فردی که خب دچار اعتیاد یا مصرف مواد مخدر یا مصرف سیگار یا حتی مشروبات الکلی هستش، فردی که دیابت داره، حتی بعضا میگیم اون فرد ممکنه دیابتش کنترل شده باشه ولی خب توی پروسه اصطلاحاً گرفتن ایمپلنت یا اوسو اینتگریشن ایمپلنت که پروسه‌ای هستش که ایمپلنت با استخوان یکی میشه و اصطلاحاً فک جوش میشود، ممکنه دیابت اون فرد بالا پایین بشه یا در واقع از کنترل خارج بشه که این متاسفانه آسیب میذاره به این قضیه. افرادی که بهداشت ضعیفی دارن، افرادی که به لحاظ کمی و کیفی استخوان و بافت نرم اطراف ایمپلنتشون مناسب نباشه هم میتونن در واقع با درصد موفقیت کمتری ایمپلنت رو بذارن، ولی ما برای هیچ کدوم از این افراد درصد قطعی رو نمیتونیم لحاظ کنیم و تضمین کنیم و فقط میتونیم احتمالات رو خدمت ایشون عرض کنیم.